الله میگوید وقت دوزخی که در قعر دوزخ میزده است، ملائکه میپرسیده است ای انسان، تو میدانستی که همین دوزخ هست؟ میدانستی که این گونه عذابهای رنگارنگ هست؟ آیا در بین شما کسی نبود که شما را خبر دهد؟ آیا در بین شما یگان پیغمبر یا یگان عالم و داملای وجود نداشت که شما را از دوزخ خبر دهد؟ آیا شما اینو نشنیدین؟ این دوزخی ها چی میگوید؟ میگوید مثل که خجالت زده، مثل آدم شرمنده سرها پیش خود و میگفتند بله بود در بین ما، بود شخصانی بود که ما را از دوزخ خبر میداد، لیکن ما در عوض خبر اونها چیکار میکردیم؟ میگفتیم اینا دروغ میگویند، اینا افسانه میگویند، این ملا و این ایشان و این شیخی که ما را از دوزخ خبر داده ایستاده است اینا گمراه هستند.